از زمانی که فیلم زده خورده عروسی آقا پنگول تو فضای مجازی منتشر شد، نظرات مختلفی از قسمت اول برداشت شد. یک سری‌ها گفتن پنگول بی‌عصاب و چرا دختر مردم رو بیچاره کردین. یک سری‌ها هم گفتن پنگول گربه دم هجله کشته، که همه این نظرات ربطی به شخصیت پنگول نداره. پس بیاین براتون موضوع رو تعریف کنم. پنگول کیه؟ پنگول یه گربه سرخیز هستش که هر روز صبح ساعت 5:36 از خواب بلند میشه و آماده میشه که بره سر کار. اما از اون طرف روزای اولی که تاتا اومده بود معمولا در حال بازی و سرگرمی بود و زمانی که پنگول خسته و کوفته از خونه به سر کار برمیگشت، تاتا حتی یه چای خالی هم دستش نمیداد و به بازی کردن خودش ادامه میداد. به حدی رابطشون استقاقی شده بود که پنگول میگفت هیچی نداریم بخوریم و تاتا جواب میداد من مامانت نیستم و یه مدت با همین وضع سر کردن. اما یه روز که تاتا از قولای پنگول خسته شده بود، برای اولین بار پنگولو زد. و این بود آغاز جنگ برای فرمانده جنگی، یعنی آقا پنگول. جوری شده بود که پنگول دیگه اعتمادی به تاتا نداشت و هر بار بهش نزدیک میشد سعی میکرد چک اول رو بزنه، تا اینکه بالاخره صلح برقرار شد. پنگول هم پس از دوره حبسش مرد زندگی شده. آشپزی میکنه، ظرف میشوره، جارو میکنه. اما بازم میگم داستانه آقا پنگول هنوز شروع نشده و تازه داریم میرسیم به بخش جذابش و ازتون میخوایم حتما ما رو فالو کنید و برای دوستانتون بفرستید.